سلام و درود، خیلی خوش اومدید به گمرکپدیا، به رسانه تخصصی گمرک و تجارت بین الملل. خیلی خوشحالم که مخاطب گمرکپدیا هستید و خانواده‌مون روز به روز داره بزرگتر میشه. در این ویدیو میخوایم راجع به ریشه گمرک صحبت کنیم، راجع به ریشه تجارت صحبت کنیم. اینکه گمرک کی به وجود اومد، برای چی به وجود اومده و چه اهدافی رو دنبال میکنه، چه وظایف و چه اختیاراتی داره و اصلا گمرک چه ربطی به تجارت کردن و کسب درآمد داره. من خطم خیلی خوب نیست، به بزرگی خودتون ببخشید، ولی به درک بهتر کمک میکنه. پس میخوایم راجع به گمرک صحبت کنیم. گمرک مرزبان اقتصادی هر کشوره. امنیت اقتصادی هر کشور رو گمرک مسئوله که برقرار کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه کالایی وارد کشور بشه یا اگر قرار باشه کالایی صادر بشه و از کشور بره بیرون، گمرکه که با استفاده از قوانینی روی این صادرات و واردات نظارت میکنه و گلوگاه تجارت گمرکه. در تمام کشورهای دنیا هم وجود داره. حالا این امنیتی که صحبتشو میکنیم یعنی چی؟ خب خیلی کالا در دنیا وجود داره. فرض کنید که گمرک نبود و نظارتی نداشت، هر کی میرفت و میومد هر کالایی که دلش میخواد با خودش میآورد داخل کشور. مثلا مواد مخدر، مثلا بمب، مثلا اسلحه. کسی هم نبود نظارت کنه آقا کی با خودش برداشت بمب آورده. چه اتفاقی میافتاد؟ گمرکه که امنیت رو برقرار میکنه. یک مثال دیگه براتون میزنم. گمرک وظیفش اینه که از اقتصاد یک کشور حمایت کنه. این حمایت از اقتصاد یک کشور، اقتصاد یعنی کارخونه ها، یعنی کارخونه دارها، یعنی صنعتگرها، یعنی کاسبهای تو بازار، یعنی سوپرمارکتی. فرض کنید من میرفتم خارج، پا میشدم میومدم با خودم مثلا مواد غذایی می آوردم، بساط میکردم، هر جوری که دلم میخواست میفروختم. خب کارخونه ها چی؟ کارخونه ها نمیتونستن کار کنن، تولید داشته باشن. یکی از وظایف گمرک اینه که از تجار حمایت کنه، از تولید حمایت کنه. مثلا واردات لوازم خانگی از سال 1397 در ایران ممنوعه. چرا؟ برای اینکه حمایت کنن از تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی. یه سری سیاست‌های اینجوری وجود داره، فقط هم در ایران نیست، بهتون توضیح میدم، در همه جای دنیا وجود داره. پس گمرک مرزبان اقتصاد هر کشوره، روی صادرات و واردات نظارت میکنه. مثال وارداتیشو براتون زدم، بیاد یه مثال صادراتی براتون بزنم. برقراری امنیت توسط گمرک یعنی چی؟ در صادرات چه معنی میده؟ خیلی این اتفاق میفته. مثلا فرض کنید ما در کشورمون گوجه کم داریم، یعنی گوجه کم میاد دیگه، گوجه نمیتونیم استفاده کنیم. دولت میاد میگه آقا صادرات گوجه ممنوع، ما خودمون گوجه کم داریم. یا برنج کم داریم، دولت میگه آقا صادرات برنج ممنوع، اگر صادرات کنیم خودمون گشنه میمونیم دیگه، برنج نداریم بخوریم. دولت این قانون رو وضع میکنه، گمرک اجرایش میکنه، نظارت میکنه که آقا کسی گوجه صادر نکنه، کسی برنج صادر نکنه. این یعنی امنیت اقتصادی. یکی از وظایف گمرک برقراری امنیت اقتصاد یک کشور و مرزبان اقتصاده و بسیار سازمان مهمیه. بهتون گفتم گلوگاه تجارت در دنیا گمرکه. گمرک کی به وجود اومد؟ تاریخچه به وجود اومدن گمرک برمیگرده به پایان جنگ جهانی دوم، به 1948، ولی از اونجا نمیخوایم شروع کنیم، یه مختصری بهتون توضیح میدم. بعد از پایان جنگ جهانی دوم لازم بود که تجارت رونق بگیره، چون مردم گرسنه بودن، ویرونی شده بود، جنگ تموم شده بود دیگه، 6 سال جنگ بود در دنیا. به خاطر همین سرمایه گذارها، دولتها اومدن زیر ساختاشون رو از نو ساختن، کارخونه هاشون رو راه اندازی کردن، سرمایهشون رو به گردش انداختن و خب یک کشوری مثلا زودتر از یک کشور دیگه به توسعه رسید، یا نه اصلا یک کشوری یک کالایی رو داشت، یه امکاناتی رو داشت،
یه کشور دیگه ای نداشت، لازم بود که از بیرون تامین کنه، که این اتفاق در ایران خیلی میفته. مثلا ما بخشی از گوشتمون وارداتیه، بخشی از برنجمون وارداتیه، بخشی از لبنیاتمون مثل کره وارداتیه. خب نیاز داریم، باید استفاده کنیم، پس باید وارد بشه. منتها اون زمان برای معامله کردن دوتا تاجر به مشکل میخوردن. چجوری؟ بذارید یه مثالی براتون بزنم. فرض کنید که من این پیرن رو داخل یک آنلاین شاپ در اینستاگرام دیدم، خوشم اومده، میخوام بخرم، قیمتش هم 1,000,000 تومنه. من به اون پیج پیام میدم، میگم آقا من از این پیرن خوشم اومده، میخوام خرید کنم. اون پیج، اون آنلاین شاپ برمیگرده میگه آقا 1,000,000 تومن واریز کن، من این پیرن رو میفرستم با آدرست. من میگم نه، من بهت اعتماد ندارم، شما پیرن رو بفرست، من 1,000,000 تومن رو واریز میکنم. اون آنلاین شاپ هم همینو میگه آقا من به تو اعتماد ندارم، از کجا معلوم پیرن رو بفرستم پولمو ندی؟ منم همینو میگم از کجا پول بدم و تو پیرن منو بفرستی؟ این باعث اختلال شد. فرض کنید یه همچین داستانی بین دو تا کشور به وجود میاد. مثلا ما میخوایم از کشور ژاپن تویوتا بخریم. من به شرکت تویوتا میگم آقا به من 10 دستگاه تویوتا کورولا بده. تویوتا میگه آقا پولتو واریز کن برات بفرستم. دارم مثال میزنم. من میگم نه، من بهت اعتماد ندارم، مثاله ها، تو تویوتا رو بفرست، من پولشو پرداخت میکنم. تویوتا میگه نه دیگه، من به تو اعتماد ندارم. این مشکلات باعث شد که بازرگان ها و دولت مردان دور هم جمع بشن، یه قانون واحدی رو وضع کنن و با هم دیگه مشکلی نداشته باشن برای تجارت کردن. همه دنیا از اون قانون تبعیت کنن. اینجوری شد که ماژیکم افتاد. اینجوری شد که در سال 1953 سازمانی به وجود اومد به نام شورای همکاری گمرکی. در سال 1953 دور هم جمع شدن، یک کنوانسیونی رو در 7 ماده نوشتن، بازرگانا، سیاستمدارا، به عنوان یک قانون واحد در تجارت. یک کنوانسیونی رو در 7 ماده نوشتن و مقرشون هم شد شهر بروکسل در کشور بلژیک و همچنان هم سازمان جهانی گمرک در شهر بروکسل در کشور بلژیک. ساختمان شیکیه در بهترین نقطه بروکسل. جلوتر در سال 1994 این شورای همکاری گمرکی تغییر نام داد، شد سازمان جهانی گمرک. در سال 1994 این سازمان جهانی گمرک به اختصار بهش میگن WCO، World Customs Organization، سازمان جهانی گمرک. زبان اصلی این سازمان جهانی گمرک فرانسوی و انگلیسی هستش و در اقصا نقاط دنیا ترجمه میشه و ما استفاده میکنیم از مطالبش. در ادامه بهتون میگم چه مطالبی. لازم به ذکره که در حال حاضر 196 کشور عضو سازمان جهانی گمرک هستن و این خیلی مهمه. ما حدوداً 205 تا کشور داریم در دنیا. وقتی 196 کشور عضون یعنی تقریبا 99% دنیا در این سازمان عضون، من جمله ایران. 6 بهمن ماه هر سالم روز سازمان جهانی گمرکه، روز جهانی گمرکه. ایران کی عضو شد؟ ایران در سال 1337 هجری عضو سازمان جهانی گمرک شد. ایران
سال 1337 هجری عضو سازمان جهانی گمرک شد. این 196 کشوری که بذارید بنویسم اینجا، 196 کشور عضو این سازمان. هر کشور یک نماینده‌ای داره در اون سازمان. در بروکسل بلژیک سالیانه حق عضویت پرداخت میکنن و ببینید مثل مجلس میمونه اونجا. نماینده کشورها دور هم میشینن، یه موضوعی رو به بحث میذارن، اگر اصلاحیاتی لازم باشه اصلاح میکنن. عین 196 کشور نمایندهشون نظر میده و در آخر تصویبش میکنن، تبدیل به قانون میشه. یعنی 196 کشور موظفن اون قانونی که تصویب شده در سازمان جهانی گمرک رو اجرا کنن و با هم همکاری کنن. اینو در وظایف سازمان جهانی گمرک بهتون میگم. وظایف سازمان جهانی گمرک چیه؟ یکیشو اول ویدیو بهتون گفتم. امنیت برقراری امنیت اقتصادی. که اول ویدیو بهتون گفتم یعنی چی. این خیلی مهمه. وظیفه دومش چیه؟ یکی دیگه از وظیفه‌اش چیه؟ یک پارچه سازی تجارت. من تیتروار می نویسم، توضیحش رو بهتون میدم. یک پارچه سازی تجارت یعنی چی؟ یعنی اینکه من ایرانی میخوام زعفرون صادر کنم، فرض کن آلمان. خب همون قضیه آنلاین شاپه. به مشکل میخورم با آلمانیه. من با آلمانیه میگم آقا پولو بده زعفرونو بفرستم، آلمانیه میگه نه دیگه زعفرونو بفرست بعد پولتو میدم. در سازمان جهانی گمرک جلسات فنی برگزار میشه، یه سری قوانین رو، یه لایحه ارائه میدن داخل حالا اون جلسات فنی، داخل اون کمیته‌ای که تشکیل میدن. اون قوانین به بحث گذاشته میشه، همه میان نظر میدن. در آخر وقتی همه نظر موافق دادن، لایحه تصویب میشه، تبدیل به قانون میشه. من ایرانی، آلمانی، فرانسوی، ژاپنی، آمریکایی همه مجبورن که از اون قانون تبعیت کنن. یعنی فرض کنید حالا راجع به قوانین صحبت میکنیم، اگر یه قانون تصویب بشه که بگن آقا هر موقع میخواستی مثلا تجارت بین المللی انجام بدی، واردات کنی، صادرات کنی، خریدار باید 50% ارزش بار رو پرداخت کنه، فروشنده بار رو بفرسته، وقتی بارنامه شد 50% بقیهش رو پرداخت میکنه. این میشه قانون. دیگه من با آلمانیه به مشکل نمیخورم. آلمانیه میاد 50% رو میده، من بار رو بارنامه میکنم، زعفرون رو بارنامه میکنم، موقعی که بارنامه شد آلمانیه 50%ش رو میفرسته. و هر قانونی که تصویب میشه، اینم بهتون بگم، قانونگذار ضمانت اجراییش هم میده. اینو در قانون امور گمرکی و قانونهای مختلف که در آینده صحبتشو میکنیم، تحلیل میکنیم، تفصیل میکنیم، باهاتون صحبت میکنم. ضمانت اجرایی هر قانون رو میدن که آقا اگر دو طرف معامله رعایت نکردن قانونو چی؟ حقشون ضایع نشه، اون پولش نره، اون بارش نره. یکی دیگه از وظایف سازمان جهانی گمرک طبقه بندی کالا هست. یعنی چی؟ ببینید، من کامیابم، یه اسمی دارم، یه کد ملی دارم،
یه اثر انگشتی دارم. اطلاعات من در کل ایران بلکه در کل دنیا یکتاست. کد ملی منو هیچ کس دیگه ای نداره. یه شماره ایه که فقط برای منه. کالاها هم همینن. ماژیک یک کدی داره. کدی که مختص کالاها هست ما بهش میگیم HS کد. بهتون میگم HS مخفف چیه، بهش میپردازیم در اصول طبقه بندی کالا. یا در فارسی به HS کد میگیم تعرفه ماژیک. یه عددیه. میگم در اون ویدیو بهش میپردازیم. چرا این مهمه؟ ماژیکه دیگه. نه آقا ماژیک نیست. این ماژیک وایت بورده. این یه ماژیک دیگه است. برای وایت بورد نیست. پس ماژیک نیست. ماشینه؟ نه ماشین نیست. ماشینا تفکیک میشن. مثلا ما ماشین سواری داریم، ماشین مسابقه‌ای داریم، ماشینی داریم که حجم موتورش 2500 سی سیه ولی ماشینی داریم که حجم موتورش مثلا 6000 سی سیه. اینا فرق میکنه. HS کدش فرق میکنه، ارزشش فرق میکنه، کاربریش فرق میکنه. ماشین داریم، اتوبوسه، ونه، خب فرق میکنه کاربریش با یه مثلا BMW اتاق هفتیه. لباس نه لباس نیست. لباس ممکنه جنسش ابریشم باشه، ممکنه پلاستیک باشه، ارزشش فرق میکنه. مثلا فرض کنید که ایران میخواد به افغانستان صادرات لباس انجام بده. افغانستان میگه که آقا واسه من لباسی از جنس پلاستیک بفرست، پیرن بفرست از جنس پلاستیک. بعد من یهو بیام مثلا پیرنایی که از جنس ابریشمه رو بفرستم برای افغانستان. افغانیه میگه آقا من پولشون ندارم. حالا فرض میگیریم ما یه موقع برداشت نکنیم، میگه آقا من نیاز بازارم لباس پلاستیکی با این مبلغ، میخوام حاشیه سودمو ببرم بالا، لباس ابریشمی سخت فروش میره اینجا. پس متفاوته. یکی از وظایف سازمان جهانی گمرک اینه که کالاها رو طبقه بندی کنه. یک سیستمی براشون تعریف کرده به نام هارمونایز سیستم. میگم بهتون در ویدیوهای بعدی. هر کالایی اطلاعات خاصی داره، HS کد خاصی داره، کد خاصی داره و بر اساس این HS کداست که معامله میشه. مثل دقیقاً آدم من پاشم برم بانک، من بگم آقا من کامیابم، بانک میگه خیلی خوب، کامیابی که کامیابی، 1000 تا کامیاب داریم، کد ملیت چیه؟ من پاشم برم مثلا قوه قضاییه، برم دادگاه بگم آقا من اومدم، من کامیابم، یا کد ملی تو بگو، بررسی کنم سوء سابقه داری، سوء سابقه نداری، آیا واقعا مثلا خودتی که شاکی هستی یا نه. پس مهمه طبقه بندی کالا. من 3 تا از وظیفه های اصلی سازمان جهانی گمرک رو بهتون گفتم. وظیفه های دیگه ای هم داره، مثل نظارت بر اجرای قوانین، مثل توسعه سیستم های نظارتی، مثلا بیاد مدرن کنه، بیاد اشعه ایکس ری بذاره، بیاد مثلا سامانه آسیکودا رو معرفی کنه که آسیکودا در ایران شده پنجره واحد گمرک EPL مثلا. یه سری وظایف اینجوری داره. تشکیل کمیته های فنی، تشکیل کمیسیون که باعث میشه که همکاری بین کشورها، بین گمرکات کشورها بهتر بشه. اجرای کنوانسیون ها مثل کنوانسیون TIR، خیلی کنوانسیون مهمیه، مربوط به حمل و نقل که گمرک در واقع دخیل بود در واقع نوشتن کنوانسیون TIR و اجراش. TIR چیه؟ روی تریلیا رو اگه دیده باشید یه مستطیل آبی رنگ روش نوشته TIR. این کنوانسیون اومد کمک کرد که ببین مثلا فرض کن یه تریلی از آلمان میخواد بار بیاره برای ایران. خب مدام اتفاق میفته، هر روز داره این اتفاق میفته. سر راهش باید از چند تا کشور عبور کنه. اگه قرار باشه هر کشور وایس مراحل اداری طی کنه که یه سال طول میکشه اون تریلی برسه ایران، زنجیره تجارت مختل میشه، کند میشه. به خاطر همین اومدن یه کنوانسیونی رو در واقع نوشتن و به اجرا گذاشتن به نام کنوانسیون TIR که این
تریلی میخواد از آلمان بیاد ایران و مثلا فرض کنید از 5 تا کشور قرار رد شه، سریع کارش انجام بشه و بیاد رد شه برسه به مقصد. توضیح اینا رو بهتون میدم، فقط مثال میزنم که بدونید چه وظایفی داره. این 3 تا از وظیفه‌های اصلی سازمان جهانی گمرک لازمه که بدونید. مسائل فنیشو خیلی به کارمون نمیاد ولی صحبت میکنیم داخل پیج اینستاگرام دربارش. حالا موند اینکه گمرک چه ربطی به تجارت کردن و کسب درآمد داره. فکر میکنم تا الان یه حدودی رو متوجه شدید. گفتم بهتون گمرک گلوگاه تجارت. هر کالایی که میخواد واردات بشه و صادرات بشه، گمرکه که روش نظارت داره. و در ایران گمرک سومین سازمان پردرآمد، اول نفت، بعد مالیات، بعد گمرکه. سومین سازمان پردرآمد ایران همین گمرکه. پس خیلی سازمان مهمیه. لازمه که اگر تجارت میکنید قطعاً با گمرک آشنا باشید، قانون امور گمرکی رو بدونید، اصول طبقه بندی کالا رو بدونید، ارزش گذاری کالا رو بدونید، اینکوترمز رو بدونید و خیلی از مسائل دیگه که راجبشون صحبت میکنیم. یه نکته‌ای بهتون بگم، حول این سازمان گمرک خیلی مشاغل وجود داره. مثلا خود کارمندای گمرک که کارمندن، یه شغلی وجود داره خیلی مهم و حیاتیه و وجود این شغل در تجارت شاه کلید تجارته. ترخیصکارای گمرک. ترخیصکارای گمرک کیان؟ چقدر درآمد دارن؟ چه کاری انجام میدن؟ چه وظیفه‌ای دارن؟ چرا مهمن؟ و چه مهارت‌هایی رو لازمه که ترخیصکارای گمرک داشته باشن؟ راجع به این موضوع در ویدیو بعدی باهاتون صحبت میکنم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. اگر نظری دارید، پیشنهادی، انتقادی، کامنت بذارید. اگر مطلب مهمتر و خصوصی تری هست به پشتیبانی سایت یا دایرکت اینستاگرام گمرک پدیا پیام بدید. من خودم شخصا پیام ها رو میخونم و پاسخ میدم. ادمین نداریم برای خوندن و پاسخ دادن پیام ها، خودم هم که میخونم و پاسخ میدم. اگر ترخیصکارید، تاجرید یا میخواید ترخیصکار و تاجر باشید، رسانه گمرک پدیا رو دنبال کنید. این ویدیو اول از فصل اول گمرک پدیا بود. مطالب جذابتری در راه. مواظب خودتون و مواظب سرمایه‌هاتون باشید.